چه آلپرو، چه هاکانو و چه ملیسا را از تو جدا نکردم. همتون تو این باغچه جلو چشم بزرگ شدین. ما با هم یه نونو تقسیم کردیم و خوردیم. خاله عالیه جون خیلی حق داری، هممون میدونیم چقدر برای هاکان زحمت کشیدی. در واقع اون خودش هم میدونه، اما نفهمه دیگه، اصلا اهمیت نمیده. مادر بزرگ، تو با فکر کردن به اینا خودتو ناراحت نکن. الان باز مریض میشی و این دفعه واقعا میرم اونو میکشم. ساکت شو، اصلا جمله میکشمشو به زبون نیار باشه. من برم آب بخورم. من میارم. نه از خوابیدن خسته شدم. بذار حداقل یکم داخل خونه بگردم. آی پویراز، ببین من نخواستم جلوی خاله عالیه بگم، ولی به نظرم هاکان هیچ وقت مثل ما نبوده. همیشه یه جوری رفتارش عجیب غریب بوده، به خاطر همین من ازش همیشه فاصله گرفتم. من چطور تونستم تا این حد کور باشم؟ عزیزم این کور بودن نیست، اعتماد کردنه. تو که به دوست داشتن من ادامه میدی مگه نه؟ حتی اگه پویرازم از من منصرف بشه تو از من منصرف نمیشی مگه نه؟ تو چرا اومدی؟ میخوام با پویراز حرف بزنم، همه چیو میخوام واسش تعریف کنم. هاکان کافی نیست، تو میخوای نمک بپاشی؟ اینو باید از من بشنوه. میخوای چی براش تعریف کنی؟ رو ناراحتیش ناراحتی اضافه کنی چی میشه؟ ضرری که به کارخونهش زدی و جبران کن. تو این مدت هم تو قلبش زخم دیگه ای ایجاد نکن. تو دنیا آخرین نفری که میخواد پویراز ناراحت بشه منم خاله عالیه. بلا به دو. لطفاً اجازه بدید رد بشم. نمیدم، تو رو تو این خونه نمیخوام. روبا وارد قفس نشد، فهمیدی؟ روبا وارد قفس نشد، کویک فهمیدی؟ صادق روبا چیه؟ قفس چیه ها؟ منظورم هاکانه دیگه، تمام. دارم با رمز حرف میزنم، بفهم دیگه. هاکان به من در نیومده دیگه، تمام. درست حسابی بگو دیگه. ببین حواستو جمع کن، سوار قایق موتوری هم نشه، حتما میخواد با کشتی فرار کنه. تو نگران نباش، من حواسم هست. تازه به اهالی بازار گفتم، همه خبر دارن. تمام. باشه خیلی خوب، حتما بهم خبر بده. سلما داری چی کار میکنی؟ دارم میگردم، هر جا هاکانو ببینم با این میزنم و با این سوزن سوراخش میکنم. با برنامه ای والا، مثل ارتش یه نفره جونته. تا صبح نتونستم بخوابم. سمت راست میپیچم عصبانی میشم، سمت چپ میپیچم ناراحت میشم. پسرم این پویراز آخه غیر از خوبی در حق چه کرده بود؟ والا منم تعجب کردم. به گربه میگن نمک نشناس، روبا هم مکار، شغال موزی. خب همه اینا همشون ویژگی آدم ها رو دارن دیگه. والا خیلی خوب گفتی. تو اینو برام بفرست برای نهیرم بخونم. اگه خواستی هر از گاهی واسط از این پیاما میفرستم. آره باشه. حتی اگه دوست داشته باشی واسط ایموجی خنده میفرستم، از اون قلب خوشگله هست. تو پاتیش میفرستم، نهیر یادم داده تو پاتیش میفرستم. بفرست من بگیرم. فعلا میبینمت. فدایی تو، نازشو برم. به سلامت، بازم تشریف بیاری. خداحافظ.
شنیدم شوکه شدم، ولی تو از همون اولم از داداش هاکان خوشت نمیومد. میخوام بگم حس شیشمت خیلی قویه. حس شیشم نیست نهیر. پویراز اومد با داداش آلپر تو ساحلم. این یارو اگه شب تو خونش نباشه یعنی کجا رفته؟ داداشون خائنم اهل جزیره است. میدونه که تو جنگل جا برای مخفی شدن هست. خیلی زود از جنگل برگشتیم، باید بیشتر از اینا میگشتیم. داداش میخواستی چیکار کنه؟ دونه دونه درختا رو میگشتی؟ مسخره بازی در نیار دیگه. این که اینطوری بیکار نشستیم بدتره، اعصابم خورد میشه. داداش آخه چند روز دیگه میتونه مخفی بشه ها؟ بالاخره برای فرار از جزیره به یه کشتی نیاز داره. صاحب همه کشتیارم که میشناسیم، به محض اینکه به بندر برسه به ما خبر میدن. تو اصلا نگران نباش، گیرش میندازی. صبح بخیر. خب کی حرکت میکنیم؟ ما؟ بله، گفته بودی صبح با کشتی میریم میگردیم. من اونو کلا فراموش کردم، معذرت میخوام. ما یه مشکل دیگه داریم، کلا فراموش کردم. بیا لطفا، خواهش میکنم بیا دیگه. ببین تو اونقدر صبر میکنی دیوونه میشی. شما برید با کشتی یه دوری بزنید، به محض اینکه چیزی بفهمم بهت خبر میدم. بیا دیگه. زود باش داداش، برو گشت و گذر. خبر بده. باشه اگه چیزی شد حتما بهت خبر میدم. آلپر، پویراز کجا میره؟ به کشتی. شاید کار اون نباشه، ولی الان مطمئن شدم. اونقدر از دستت عصبانیم که حتی نمیتونم بهت فوش بدم. تو فقط به پویراز نه به هممون خیانت کردی. تاوان اینو پس میدی هاکان. نمیتونی از این جزیره بری بیرون. الان ما اینجا میگردیم چون میگی هاکان ممکنه اومده باشه پیکنیک؟ داریم نگاه میکنیم، شاید یه جایی مخفی شده. یعنی داریم کاراگاه بازی در میاریم. خیلی هیجان داره. راستی بذار اینو بهت بدم. البته ایمیلم فرستادم ولی پیشت باشه بهتره. این چیه؟ این رزومه منه. اینجا اطلاعات دانشگاهایی که درس خوندم و زبانایی که بلدم و برنامه‌های کامپیوتری که مسلطم و مدارکشونه. من دنبال مدیر نیستم، میخوام گارسون استخدام کنم. خب باشه، منم واسه همین کار درخواست میدم. بابا همچین کاری وجود نداره. من دنبال یکی هم که چایی ببره، ظرف بشوره. نمیفهمی ها؟ من گارسون لازم دارم. آره دیگه، تو دنبال خود من میگردی. منم. باشه بده رزومتو ببینم. تو مدرک جابجایی کاسه و ظرفشویی نداری. خیلی معذرت میخوام، شما مناسب این کار نیستین. براتون آرزوی موفقیت میکنم. روزتون بخیر باشه. میشه منم ادای روندن کشتی رو در بیارم؟ البته، راحت باش. پویراز میشه گردش با کشتی رو کنسل کنی لطفاً؟ چرا باید این کار رو بکنم؟ آره حاضران، وقتی تو اومدی جزیره یه جور عجیبی شدی. متاسفم که مزاحم خوشگذرونیت شدم، اما باید درباره موضوع مهمی با پویراز حرف بزنم. خیلی خوب باشه، بگو، گوش میدم. اینجوری نمیشه، یعنی اینجوری سر پا نمیشه. ما میشه بریم یه جایی که تنها باشیم، بشه حرف بزنیم؟ میشه؟ میتونیم بریم ولی الان نه. باید به قولی که به سنا دادم عمل کنم. سنا خودش درک میکنه مگه نه سنا؟ نه اصلا هم درک نمیکنم. باید
منتظر بمونی تا برگردم. نه نمیتونم منتظر بمونم. من برای گفتنش خیلی منتظر موندم. پویراز! تو پریدی تو کشتی؟ امروز باید حرف بزنیم باشه، وگرنه دیگه هیچ وقت جسارتشو پیدا نمی کنم. چقدر دیگه باید راه بری؟ من نابود شدم. تو هنوز نمیتونی تو جنگل راه بری، چطوری میخوای تو قنادی کار کنی؟ الان چه ربطی داشت؟ ربطشون قدرت و درایته. در ضمن از تو اینترنت نگاه کردم، کارای آشپزخونه و اینام نداره. به اندازه کافی نگاه نکردی. داره. میگم خب تو الان اینجایی، پس کی تو مغازه شیرینی فروشیته؟ چون دوستام مهمن جونم. آره، ولی اگه منو استخدام کرده بودی شیرینی فروشیت الان باز بود. دیگه کی اومده برای کار پیشت؟ اوهو خیلی زیاد. من هنوز دارم بررسی میکنم. کی؟ بگو. نمیتونم بگم، راز تجاریه. مطمئنم اینجا نیست. بریم سمت شمال. نه وایسا. چی شده؟ میگم ما اصلا پشت اون درخت‌ها رو نگاه نکردیم. زیر درخت‌ها رو داریم میبینیم بیریجیک. باشه، ولی من حس میکنم به نظرم قطعا اون طرفا فرار کرده. زود باش بریم اونجا رو نگاه کنیم. بیا دیگه، من حسم دروغ نمیگه دختر. بیا. باشه بریم. ای افتادی تو چنگم هاکان. هی یادی بیداد. چی شد؟ زایه شدی چاقالو؟ آقا گرکم شما بودی بابا. چرا ساعت هاست به پیامام و زنگام جواب نمیدی ها؟ من همش مجبورم تو جزیره داد بزنم تاکسی 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 ها؟ آقا گرکم وظیفه امنیت ساحل با من بوده، نمیتونم مکانمو ترک کنم. چه مکانی؟ قلعه چی شد؟ ببین من منتظرم حاکان بیاد، به محض اینکه در بندر پاشو بذارم میگیرم میندازم جلوی پویرک. چی میگی تو ها؟ آی از الان از صحبتش خسته شدم به خدا. چی میگی ای بابا؟ بیا منو تا بازار برسون. با کی هستم؟ راننده سوارشم. میگم باید روبا شکار کنم، میفهمی؟ چه شکاری؟ این اسباب بازیو بده به من ببینم. بده. تو اینجا چی کار داری میکنی؟ چطوری یکم با هم نگاه کنیم ها؟ خوبه. اون عظیمه نیست؟ چی کار میکنه ای بابا؟ دختر والا این عظیمه مخزنی میکنه ها، نگاه کن. چه مخزنی؟ اینا 40 ساله با هم همساین ها. ای بابا توبه. آره اینطوریه. من الکتریک این قضیه رو دارم. حس میکنم رسما شعرگویی شروع شده. عظیمه مثل دخترای جوون ناز میکنه. وای بیزی هم اومد. نگاه بینشون چه خبره؟ ای بابا شب کن منم نگاه کنم. کنجکاو شدم. ایوا اینا چشون شده؟ خیر باشه. رفتن یه بار دیگه. ای بابا چی کار میکنن؟ چی فرار کرد؟ رو با دستم فرار کرد دیگه. تقصیر شماست دیگه. پویراز منو بیچاره میکنه. قسم میخورم پویراز منو بیچاره میکنه. همش تقصیر توه. اسم تو رو میدم بهش. گورکم اومد پیشم، اومد تو کار من سنگ انداخت. من جایی نرفتم، اون سنگ انداخت. والا دستمون در رفت. پویراز منو میگوجه، منو بدبخت میکنه. بچه جون الان داری خودتو نابود میکنی. برو کنار، به خودت بیا. ای بابا منظره رو نگاه کن، یکم ازش لذت ببر. ای بابا این چه عصبانیتیه؟ یالا بیا بریم ببینم. زود باش. اعصاب برام نذاش. اصلا نمیخوام بیای. این حاکان کجاست؟ کم مونده بود ملیسا هاکانو پیدا کنه. حاضران زود باش تا هاکانو پیدا نکردن تو فوراً به پویراز بگو. چی شد؟ ساکت شدی؟ مثل بلبل داشتی حرف میزدی. میگم حالا من از فردا کارمو شروع میکنم دیگه.
واقعا که خیلی بلایی. ولی اگه تو رئیس من بشی هر کاری که بگی من انجام میدم. ادامه بده. همه خواسته ها تو، همه دستورات تو مو به مو انجام میدم. دقیقاً یه رابطه یه رئیس و کارمندی بینمون ایجاد میشه. قول میدم به هم اعتماد کن. استخدامت کردم. واقعا جون من راست میگی؟ وای چقدر خوشحالم. اولین وظیفت سکوته. باشه. 1 2 3 هپ. باشه ساکت. گفتم سکوت. هرچی رئیس بگه همونه. تو چون تو کشتی هستی مضطربی یا به خاطر چیزی که میخوای بگی؟ جفتش. اما تا تهش باید بهم گوش بدی. باشه، قول بده. یعنی اگه اولش یکم عصبانی شدی باید جلو خودتو بگیری. تا حرف من تموم نشده نباید چیزی بگی. باشه قول بده. یا اصلا بی خیال تو قولایی نده که نمیتونی پاش وایسی. پویراز، تو اولین روزی که اومدم جزیره یادته؟ اولین دیدارمون که تو کارخونه زیتون با هم روبرو شدیم. یه چیزایی یادمه. منو تو اتاقی که زیتونا بودن تو کارخونه پیدا کرده بودی. من در اصل من نوشیدنی داری؟ دو بخورم؟ میشه تو با من بیای؟ بیا دیگه، بیا. ببین سنا، ببین من دارم سعی میکنم با پویراز درباره یه موضوع خیلی مهمی حرف بزنم، اما تو اینطوری میای میری، من نمیتونم حرف بزنم. میفهمی؟ این تویی که میای بین ما. دیروز من و پویراز یه ثانیه هم تنها نذاشتی. معلومه که نمیذارم. ای بابا، این آدم نهایتا شریکته. یعنی چی؟ انگار صاحبشی. از پویراز فاصله بگیر، فهمیدی؟ اون پویراز منه. چی؟ خوبی؟ خوبم. منم خوبم. مرسی که پرسیدید. باشه، من برات آب بیارم. خیلی خوب شده. چقدر مزه میده غذای آماده جلوته. خب دیگه یکی از مزایای کار کردن تو هتله. تو چقدر خوب تو پذیرش هتل کار میکنی، باعث افتخار مامانت شدی. ولی خوب شده ها. سلام خاله سلما جون، چطوری؟ خوش اومدی دیل جون. یالا یه صندلی بیار تو هم بشین. زود باش. نه مرسی، دست درد نکنه. ببین اینا رو آوردم. یه لباس میخوام بدوزم، اینم پارچشه. سایزم هم که میدونی، پیشا پیش دست درد نکنه. من این طرها رو از یه جایی میشناسم. بله، زینب صدفلی. خالم اصلا فرصت از دست نمیدی نه؟ حالا که طراحی که اومده به جزیره رو قاپیدی، پس میرفتی میدادی به همونم برات میدوخ. تو اول برو یاد بگیر فرق طراح و خیاط چیه. چرا اونجوری نگاه میکنی خاله سلما؟ زینب خانم گفت شما نمیتونی طراحی‌های اونو بدوزی. اینطور گفت؟ واقعا اینطور گفت؟ آره خب همینجوری یه چیزی مثل همین گفت تو نمیتونی طراحی‌هاشو بدوزی یا یه همچین چیزی. اینو ببین،
حتی پارچه رو انتخاب اشتباه کرده، بعدش هم به خودش میگه طراح. چه طراحی؟ اون دوز بس دیگه. والا جونم به لبم رسیده. کجاست الان؟ کجاست؟ وایسا مامان، وایسا. میگم وایسا. چی کار میکنی؟ داری به یه گرگ تبدیل میشی. از عصبانیت کم مونده واقعا گرگ بشم. زنگ بزن ببین کجا. زنگ بزن. خالمو میگی؟ به اون نگو خاله. باشه. خاله جان ببخشید، میخواستم ببینم شما الان دقیقاً کجایین؟ ساحلین. باشه، من میگم اونجا آفتاب میخوره بهتون، ممکنه چیز دیگه هم بخوره بهتون، از اونجا دور شین. ساحله. شما فعلا از اونجا دور شین تا من بهتون بگم چی کار کنین. باشه خاله جان. دختر چی شده؟ این چه عجله‌ایه؟ بودو گورکم، خواهر میخواد خواهرشو بکشه. بودو بیا. خب تو که اینطوری عاشقش هستی چرا زودتر بهش نگفتی ها؟ نتونستم بگم. من برم آفتاب بگیرم. ممنونم. تو الان از کشتی میترسی؟ برای همین مضطرب شدی. منم. پویراز من گورکم بعداً بهت زنگ میزنم. سلما داره میره به مامانت حمله کنه. بودو دختر خودتو برسون. سلما مامان سب کن. مامان چی کار داری میکنی؟ من خیاط. آره پس تو طراحی میکنی من میدوزم. آره بهم بگو زود باش. ولم کن، مسخره بازی رو بذار کنار. چی رو ول کن؟ بذار هر کاری میخوان بکنن بابا ولشون کن. داری چی کار میکنی؟ ببین من خواهر تو هستم. اگه مامان الان زنده بود شکایت تو پیشش میکردم. خدا، تو از کاری که سالها کردی خجالت نمیکشی یه گوشه بشینی هنوز به من فشار بیاری؟ واقعا که اگه خیاطی کردن اینقدر برات افتاده خب نکن. من به خیاط بودنم افتخار میکنم، ولی تو طراح نیستی. تو با دزدیدن طرحهای من وارد اون امتحان شدی، طرحهای منم دادی به اونجا، فقط همین کارو کردی. یه چیزی شنیدیم ها؟ یعنی الان هر اتفاقی میفته دقیقا تعجب نمی کردم. وا ویلا. مامان خاله واقعا این کارو کرده دخترم. البته که کرده. سالها برای اینکه حرفی پشت خانوادمون نباشه ساکت موندم. گفتم اتفاقی که افتاده قلب نشکنم، ولی من سکوت میکنم اون بدتر فشار میاره. تو دروغگویی. وای خیلی خوشگله ماشاءالله. گوشیم داره زنگ میخوره، الان میام. اگه برای خداحافظی زنگ زدی باید بهت بگم که پویراز حتما پیدات میکنه، منم کنارشم، بعدم عز و جز کردن تو میبینم. برات یه پیشنهاد دارم. بازم؟ هاکان جون، من از شنیدن احساساتت خسته شدم، ولی تو از له کردن احساساتت خسته نشدی حتی تو این حال؟ ببر صداتو، گوش کن. اگه کمک کنی من از جزیره فرار کنم بهت راز حاضرانو میگم. به نظرت من انقدر احمقم که حرفتو باور کنم؟ ببین این یه رازیه که وقتی بفهمی میتونی باهاش حاضرانو بیچاره کنی. برای من
یه کشتی پیدا کن، بهش بگو که خودت میخوای بری سربندر، اونجا خیلی خلوته. نگفتم این کارو میکنم. میگم بهت راز حاضیرانو میگم که میتونی باهاش نابودش کنی. ایدیل زود تصمیم بگیر، شارژم داره تموم میشه. 2 دقیقه دیگه این فرصت رو از دست میدی. باشه هاکان جون، راز حاضیرانو بگو برات کشتی پیدا کنم. باشه حتما. بهت رازو بگم تو هم بری به پویراس خبر بدی. از این خبرا نیست. لحظه‌ای که سوار کشتی شدم رازو میگم. خیلی خوب باشه، زنگ میزنم محمد برات کشتی پیدا میکنم، بندر میبینمت. مثل بچه ها قهر کرد. آشتی میکنی خاله عالیه جونم. من باید برم پیش دویگو، کار دارم. فردا دوباره میام اینجا. باشه عزیزم. قربون شما. ممنون عزیزم. میبینمتون. به سلامت دخترم. مامان تو چرا این همه سال همه چی ریختی تو خودت؟ دویگو تو داری از چی فیلم میگیری هان دخترم؟ زشت این کارا. آره والا. دخترم تو فیلمسازی چیزی هستی؟ نه نیستم. یعنی با گوشی از همه چی فیلم میگیرین میفرستین فستیوال و اینا؟ نیستم. هنوز داری فیلم میگیری؟ خاموشش کن. خاموش. باشه ای بابا. به چی نگاه میکنید شما؟ به چی نگاه میکنید؟ کپک میرقصه؟ یالا ادامه بدی ببینم. برو ببینم. برو عمو جون، برو دنبال زندگی. ببینم چه خبره، چی شده مامان؟ خاله این چه حالیه؟ حاضران دخترم، یعنی خالت ما رو رسوا کرد، به من حمله کرد، به هم توهین کرد و همه رازهای خانوادگیمونو برملا کرد. میفهمی چی میگم؟ خاله جون چرا عصبانی شدی؟ طرحهایی که خالم برای مسابقه فرستاده بود برای مامانم بوده. همه چیزو جوری نشون داده انگار برای خودشه. ماما این درسته ماما؟ حاضیران راستش من سالها اینو به هیچ کس نگفتم. گفتم اتفاقیه که افتاده، نیاز نیست قلب کسی رو بشکنم، ولی من ساکت موندم و اون بیشتر فشار آورد، من عصبی کرد واقعا. بالاخره آدم بعضی وقتا اعصابش خورد میشه. آره. یه چیزی کشیده داده به ایدیل، گفته برو بده سلما بدوزه، اون یه خیاط ساده است. ببین چی میگم زینب جون، این طرح اون طرح ایتالیایی نیست ها؟ نکنه از اون برداشتی؟ من الان فهمیدم از طرف کس دیگه خجالت کشیدن یعنی چی. مامان تو چی کار کردی؟ خاله من از طرف مامانم ازت عذر میخوام. دوست دخترتو از پیشم ببر. چه دوست دختری بابا؟ منو گول نزن. دیدم با بیریجیک ریل زدید. مگه من احمقم؟ عزیزم من به تو قول داده بودم وقتی با یکی ریل زدم حتما بهت خبر بدم. خب خبر دادم. میخواستم لجتو در بیارم وگرنه برام مهم نیست. میخوای برو عاشق شو، میخوای برو با بیریجیک ریل بزن، فقط این دختره رو ببر. چرا چیزی شده؟ تلاش میکنه که من ازش خوشم بیاد. ببین خیلی کلافم. الانم اومده پیشم استخدام شده. اون تو شیرینی فروشی تو کار میکنه؟ نه دیگه. آره دیگه. به زور وادارم کرد قبول کنم. ببین از حالا به بعد تنها وظیفت اینه که اونو راضی کنی استعفا بده. باشه من حلش میکنم. خب تا حلش کنی چطور تحمل کنم ها؟ دویگو ببینم چه فیلمی گرفتی اونجا؟ چی؟ باید بدیش به من. نمیدونم. میگم باید بدیش به من. اون ویدیوی مامانم و خالمه، میفهمی؟ میگم من فیلمی نگرفتم. برای اینکه ایدیل آتو داشته باشه داری این کارو میکنی؟ آره ببین منو اگه ولم نکنی داد میزنم. میگم دوست تو یه دزدی، داری فیلم خصوصی مامانمو میبری میدی به همه دیگه. کجاست؟ فیلمی نگرفتم. باید اونو به هم نشون بدی.
من داشتم مثل آینه ازش استفاده میکردم، پوستمو میدیدم. پس من اشتباه متوجه شدم، عذر میخوام. قبول نمیکنم. خیلی درد میکنه، الان باد میکنه. نمیخوام، اصلا گوشیمو بده. دست شما درد نکنه داداش محمد جون. من گواهینامه کاپیتانی دارم ولی بابام برام کشتی نگرفته، واسه همین الان میرم عصری برمیگردم. اینجوری از هوام لذت میبرم و کلی کیف میکنم. این چه حرفیه ایدیل؟ صبح سویجو میاری؟ عجلم ندارم، به باباتم سلام برسون. باشه حتما سلام میرسونم. خیلی ممنون. بله دویگو عزیزم، دوستت برات پیشا پیش ویدیوی تولد آماده کرده. باش عزیزم، مرسی. ایمیل کن بعدا نگاه میکنم. باشه وایسا برای اینکه در برابر نهیر محافظت کنم ازش چه کارا کردم. خدا رو شکر ویدیو رو ایمیل کردم، بعدش پاک کردم. اصلا کنجکاو نیستی؟ الان باید کنجکاو چی باشم؟ حتما کل جزیره گفتن تولدت مبارک، تو هم فیلم گرفتی، باید برم. مامان حزیران با سلما خیاط توی ساحل بدجوری دعوا کردن. آی باید میدیدی. با سلما خیاط؟ اون که این پنبه نرمه. طرحایی که مامان حزیران رو به اینجا رسونده نگو، برای اون بوده. یعنی مامان حزیران از سلما خیاط دزدیده. مامان حزیران دزده. وای باورم نمیشه. میبینی میگن مادر رو ببین دختر رو بگیر. بفرست نگاه کن. ای دیل تو اینترنت هم پخش کنم؟ آره بابا بذار رسواشن، بی خیال. ای باشه اون با من. بوراک، حزیران رو تنها بذارید. باشه داداش. حتی اگر کسی هم خواست بره اونجا بگو مزاحم نشه. باشه چه. منو لو ندادی. خیلی تعجب کردم. تا پشیمون نشدم راز حزیرانو بگو. کلیدا. اول راز. کلیدا. اول رازو بگو. وقتی سوار کشتی شدم میگم. اصلا بهت اعتماد ندارم ایدیل. وقتی رفتم برات خبر میفرستم. رازو بگو ببینم. حزیران هست. فکر کردی قبل دیدن من میتونی فرار کنی هاکان؟ داداش به من نگو داداش، ما داداش نیستیم. چرا این کارو کردی؟ چرا؟ نکن پایراز ارزششو نداره. حرف بزن بگو ببینم چرا این کارو کردی؟ دست نمیکشی به رفیق چندین و چند سالت خیانت میکنی؟ ولش کنین همدیگه رو. تنها کسی که باید خجالت بکشه هاکان نیست. شریک جرمم داره میاد.
ببین حاضیرانو وارد این ماجراها نکن. من قاطی نمی کنم پویراز. هاکان یکم پیش گفت کسی که گزارش از کارخونه برداشته داده به بانک حاضیران بوده. مرتی که یه دروغگو. گفته اینو به من گفتن کسی که کارخونه رو اداره میکنه یه مرد بد و چندشه. گفتن تو جزیره همه از اون متنفرن و باعث شده جزیره پیشرفت نکنه. پویراز من باور کردم. پویراز من دروغی که اینا گفتن رو باور کردم. من به کسی بدی نکردم، به من دروغ گفتن. پویراز باور کن. پویراز خب دیگه وقتشه. کشتی هم که آماده است. هر دو گورتون رو از اینجا گم کنید. پویراز آی اوف گورکم دعوا کردن خیلی بده دیگه. عمران دعوا نمی کنم. چون پتانسیل نداری. سلمای آمازون. عادت کن یکم. 3 روز و 3 شب دعوا کنی دیگه نمیتونی بی دعوا دووم بیاری. به نظرت زینب کجاست؟ اونم بیچاره است. والا به خدا جوون بوده، نادون بوده، یه اشتباهی کرده دیگه. من چه میدونم اصلا. خوب شد دعوا کردید. حرص تموم این سالا رو خالی کردید. الان 2 خواهر یه صفحه جدید رو باز میکنه. خیلی قشنگه، خیلی نازه. چمدون این چیزا. کجا میری زینب؟ عزیزم هر هنرمندی ممکنه تو گذشتش اشتباهاتی کرده باشه. ما تو رو میبخشیم. من از کسی معذرت نخواستم. اصلا هم برام مهم نیست که تو این جزیره در مورد من چی فکر میکنن. اصلا من برمیگردم استانبول. نمیتونی. لو رفتی دیگه. استانبول هم همه چیو میدونه. نهیر آبجی حسیران چی شده؟ کجاست؟ کی داداش پویراز؟ اون قبل تو رفت ولی هنوز بر نگشته. وش لور داره زنگ میزنه. خب زنگ میزنن دیگه. بعد این خبر کل دنیا بهت زنگ میزنن. هم خودتو بدنام کردی هم منو. دیگه تحمل ندارم به خدا. فقط تو کم بودی. گوشیو بردارم بگم هیچ رابطه‌ای با زینب ندارم. اینجوری خوبه. اما گورکم یادت نمیاد من و تو دوستای مدرن بودیم عزیزم. الان یادت اومد؟ الان وقتی کلانتری می بردم دوست مدرن نبودیم ها؟ تو رو خدا اینطوری نگام نکن دیگه زینب. باشه امروز دشمنیو میذاریم کنار. فقط امروز نمیذارم اونا کاری بات بکنن. بعد من حسابتو میرسم. باشه بلمی جون عزیزم. ببین عشقم همه اون فیلم چرت و پرت بود. خب چرت و پرت. زینب دزدی. میتونی باور کنی؟ یالا جونم فعلا بده بازم بده النور چه خبر؟
چه ربطی داره؟ نمیتونم به ساعت شما برسم. چرت و پرت بابا، زینب کاری نکرده که. من گوشیشو جواب دادم. ببین عزیزم، اینا همشون هنرمندن. سلما خواهر زینب یکی از هنرمندای جزیره است. خب آره دارم بهت میگم، نقش بازی میکردن بابا، داشتن فیلم بر میکردن. آره باور نکنی. بای بای. باور نکردن؟ البته که باور نکرد. دیگه کسی منو نمیشناسه. دیگه اسم زینب صدفلی تو کتابای تاریخ و هنر نخواهد بود. دیگه من نیستم. دیگه نیستم. Umut yok, bir ışık yok gözlerinde. Ben hala bekleyenim olsun. Ateş yok, sıcaklık yok ellerinde. Ben yanarım aşkın sağ olsun. Sen kapımı çalansızın. شما اینجا چی کار میکنی؟ هیچی من با تور اومده بودم برای همین داشتم اینجا رو میگشتم. وقتی شنیدم کارخونه قدیمیه خواستم نگاه کنم اطرافم و دنبال راه خروج بودم. ببخشید. یعنی منو کاملا شناختی؟ آره زیادم پیچیده نیستی. اونقدر احمق نیستم که پیچیده بودن و مزیت بدونم. و باید بگم که منو نشناختی. تازه من اصلا دوست ندارم یه جای کوچیک زندگی کنم. من شهر رو دوست دارم، ساختمونا، مغازه ها، شلوغی ها رو دوست دارم بین اون شلوغی ها زندگی کنم. تازه برای سلفی گرفتنم نیومدم جزیره. اومد. چی شده؟ تا چند روز پیش تو تور نبودی؟ آره بودم اما متوجه نشدم. خب چی میشه اگه بوده باشم؟ حداقل 10 نفر با من توی اون تور بودن. Yalan dolan püskül belam olup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki özünde, benim içimde uhde kalan. Sen kapımı çalansızın, gir içeri. Her zaman başımın üstünde senin yerin. Dilim tutulur, sözcükler uçarsa aklımdan. Benim güzel misafirim, sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan püsküllü belam olup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki özünde, benim içimde uhde kalan. ماه و خورشید خیلی عاشق هم بودن. صدها سال منتظر بودن تا به هم برسن. تو زمان اشتباهی منتظر هم دیگه. اما تو خورشید گرفتگی به هم رسیدن. Yalan dolan püskül belamı derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki özünde, benim içimde uhde kalan. Biriktirdiğim aşkları
هیچ سایان. نگاه اینجاش خیلی باحاله. مرد اونو ببند تا حسابتو نرسیدم. ببخشید داداش فاتح. اینا نمیفهمن که آخه ای بابا. از وقتی شما اومدین جزیره این اتفاقات افتاده. ببخشید ما فقط به دنبال حقوقمون هستیم همین. آره حقتونم دیدم. مگه با دزدیدن حقتونو بگیرید؟ یه همچین چیزی تو زندگی همه وجود داره. یه وقتایی مجبوری. هر چیزی چند تا وجه داره. همه رو توی قبر نمی کنن. همه چی از یه دید نگاه نکن. نمیگم با اون حق سلما بود. آرزوی آبجی کوچولوشو دزدیده. ببین خیلی داری بعد حرف میزنی. عیبه ها. زینب وقتی داشت تو دنیای مد پیشرفت میکرد سلما پیشش بود. آره دیگه یه دختر بی سرزبونو پیدا کرده. سلما هم به جای پاچه‌خواری از حقش دفاع میکرد. چی میگی تو ها؟ وقتی دفترشو دزدیدن سلما همسن نهیر بود. کسی نمیتونست اونا رو بدزده. احتمالا سلما رو راضی کرده. چه میدونم آخه. خفه بابا اسکل برو رد کاره. برو ببین بیادمی نکن. ادبتو رعایت کن. مصطفی چای لازم. من دارم چی کار میکنم این خدا دعوای محلی. منم یه کلاسی دارم مثلا. این حاضران موزی رو میبینی؟ هم گزارشا رو فرستاده بانک، هم خجالت نکشیده با پویراز شریک شد. حاضران پویراز رو ورشکست کرده؟ حاضران ما؟ آره. ویدئوی مادرش رو تو اینترنت پخش کردی؟ مگه میشه نکنم؟ الان با سرعت نور داره پخش میشه همه جا. خوبه بذار پخشه. حاضران نه تنها از این جزیره میره بلکه باید از کل کشور بره. باشه دیگه دوی گوجول من قطع میکنم. میخوام برم حاضر شم برم پیش پویراز. دور و برش پر آدمای خیانتکار شده. من باید پیشش باشم که بتونه اعتماد کنه. میبینمت. ها شما هم یاد گرفتی شهردار رو ببینی گریه میکنی شکایت میکنی. یه بارم نمیگین که خدا رو شکر شهردار داری. خدا رو شکر شهردار. اینجوری بگو قربونت. موفق باشی. تو جوونم که بودی بی ملاحظه بودی. آدم خب میپرسه میتونم بشینم یا نه. بی خیال. چی؟ دیدی جوانای امروزی میگن بی خیال ولش کن. در مورد ما هم کلی چیز مینویسن. شهردار سیمیت خورده پول نداده، نمیدونم اذیت کرده، کلی حرف. من چی کار میکنم؟ بی خیال میشم میره. ویدیو رو دیدی؟ دیدم متاسفانه. ولی ناراحت نباش، 2 روزه فراموش میشه. من حریص بودن و استعداد تو خوب میشناسم و طرحهای بهتری از طرحهای سلما میکشی میدونم. یادت میاد یه لباس سبز واسه خودت دوخته بودی ولی چقدر زیبا و شکیل بود و بهت میومد ها؟ من تو کل عمرم لباس به اون خوشگلی ندیده بودم. بی خیال پاپا، تو یکم استراحت کن و تو این جزیره بمون. لطیف سعی داری یه چیزی رو به من بگی. چی میگی؟ نکن، هرچی میخوای رک بگو. تو هنوزم میخوای با من ازدواج کنی؟ اگه الان پیشنهاد بهم بدی قبول میکنم.
من همه جا دنبالت گشتم. من خودم میخواستم اعتراف کنم، میخواستم توی زمان مناسب همه چی رو برات تعریف کنم. بعد میخواستم بگم که چقدر پشیمونم، میخوام برات تلافی کنم. پویراز ببینم این کار تو تلافی نداره. چی کار میکنی پویراز؟ پویراز چی کار میکنی؟ لوازم تو برمیداری از اینجا گم میشی میری. پویراز اول به حرف من گوش بده. تو رو خدا پویراز، ببین میدونم کاری که کردم و اصلا نمیشه تلافی کرد، ولی من تلاش کردم کاری که با تو کردم و درست کنم. پویراز باور کن. تو به خاطر رئیسا تو زمینی که از پدر بزرگم مونده بود و خونه‌ای که مادر بزرگم مریضم توش خوابیده بود جاسوسی کردی. من نمیدونستم پویراز، از اینا خبر نداشتم. اگه میدونستی هم همین کارو میکردی. تو هیچ فرقی با اون هاکان نداری. نه غرور داری نه وجدان داری. تنها دردت پوله، کارت چیز دیگه ای نیست. بگو ببینم برای ورشکست کردن من چقدر پول گرفتی؟ بگو ببینم وجدان تو چقدر فروختی؟ چقدر حاضران؟ با من اینجوری حرف نزن. من از این به بعد اصلا با تو حرف نمیزنم. این آخرین حرفای ما بود. از اینجا گم میشی میری. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan püsküllü belam. دیگه فردا صبح تو رو اینجا نبینم. اینجا جایی نداری. پویراز پویراز Sen kapımı çalansızın gir içeri. Her zaman başımın üstünde senin yerin. Sözcükler uçarsa aklımdan. Benim güzel misafirim, sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan püsküllü belam olup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde, benim içimde uhde kalan. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan püsküllü belam olup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde, benim içimde uhde kalan. Biriktirdiğim aşkları hiçe sayan. خاله خوش اومدی. کتت آوردم. تو هم شنیدی؟ وقتی شنیدم اومدی جزیره خیلی خوشحال شدم حاضران. خیلی گشتم تا تو رو تو جزیره پیدا کنم. اگه میدونستم قراره چی بشه. خاله من خیلی متاسفم. ما هم خیلی متاسفیم. نمیخوای بهم یه فرصت بدی توضیح بدم واسط؟ من تو رو قضاوت نمی کنم. خیلی دلگیر شدم، خیلی ناراحت شدم. گفتم چرا همچین کاری کرده. حالا هرچی. حرف ناتموم.
نهیر این اتاقای رزرو شده تا کی هستن؟ با توجه به لیستی که رزرو کردن، آخه میدونین آبجی حزیران یه لیست درست کرده. باشه من تحقیق میکنم، نیازی نیست. داداش پویراز برقی مشکلی پیش اومده براش، میشه نگاه کنی؟ من یه نگاهی میندازم. داری چی کار میکنی؟ هر کاری که باعث بشه به حرفای من گوش بدی. چرند نگو، اینو بدش به من. حاضران حرفات واسم اهمیتی نداره، کلیدو بده. باید اجازه بدی همه چی واسه توضیح بدم. باید. هیچ توضیحی نمیخوام، بده من اونو. باید به حرفای من گوش کنی. باشه تا گوش ندی از این اتاق بیرون نمیرم. لازم باشه روزها میگذره من همون چیزا رو هر روز بهت میگم، ولی تو باید به حرفم گوش کنی. من به حرفای تو گوش نمیدم. حله؟ ببین هاکان و رئیس منو گول زدن. باشه گفتن تو آدم بدی هستی، تو جزیره همه از تو متنفرن، مانع پیشرفت جزیره شدی. بفهمینو. اینم یه دلیلی شد واسه پول گرفتن و پیشرفت کاری تو. آره من پول دوست نیستم. باشه اصلا گزارش رو به خاطر پول ندادم، حتی نمیدونستم از اونها استفاده پس چرا این کارو کردی؟ چرا این کارو کردی؟ بگو در مقابل چی این کارو کردی؟ یه سمتی بود که فکر میکردم مستحق اون هستم. تو توکیو. چه خوب، چه خوب. به نظرم تو مستحق این سمت هستی، خیلی مستحقش هستی. تو کار خیلی بزرگی انجام دادی. تو برو توکیو زندگی کن دیگه. پس چرا هنوزم اینجایی؟ چون که چیزی مهمتر از این که منو ببخشی نیست پویراز. من بدون خستگی همه چی رو برات تعریف میکنم، تو هم لطفاً گوش بده. من هیچ وقت به حرفای تو گوش نمیدم. دارم بهت میگم گوش کن. خب دخترکم، من تو این هتل دیگه کاری ندارم. بیا با هم خدافزی کنیم ها؟ همین چند روزم تو خونه از هم خدافزی کنیم. چون آبجی حزیران داره میره مجبور نیستی تو هم بری. عزیزم این کار نمیتونه منو اینجا نگه داره که. یعنی من باید برم جایی که جامعه. آبجی حزیران رو ببین کجاست، میاد به هتل سر بزنه. دختر عاقلیه، مستقیم رفت سراغ کشتی استانبول. ایشالله که میره. اصلا دلم نمیخواد ریختشو ببینم، دلم نمیخواد ببینمش. تو یکم پیش گفتی ایشالله میره ها؟ بگو ببینم. ماشالله به تو، ماشالله به تو، داری یاد میگیری. ببخشید تو اتاق بغلی دعوا شده، دارن یه چیزایی میشکنن، میشه کمک کنی؟ اتاق شما کدومه؟ اتاق شماره 5. اتاق شماره 5. اتاق بغلیتون اتاق شماره 7 که خالیه. باشه ما رسیدگی میکنیم. باشه ممنونم. دوست عزیز تو چی کار کردی ها؟ مشتری قاچاقی بردی؟ قرار بود آبجی حزیران رو داداش پویراز اونجا حرف بزنه. چی؟ اتاقو دادی به کی؟ به باروت و آتیش؟ وای خدا نابود شدی. نابود. یه سری مسائل هست که ما هرچه سریعتر باید دربارش با همدیگه حرف بزنیم. دخترم اول صبحی چی داری میگی؟ موضوع فلان چیه؟ هتل داره نابود میشه دختر. چی؟ یالا Ben zarar verdiğim kişinin sen olduğunu öğrendim. پویراز برگشتم جزیره که درستش کنم. چرا یعنی نمیفهمی؟ تو برای من برگشتی جزیره؟ آره؟ خب برای تلافی کردن اشتباه. دیگه دروغ نگو. من فقط بهت یه بار دروغ گفتم پویراز. یعنی چی فقط یه بار بهم دروغ گفتی؟ تو نه بهم گفتی اونا رو فرستادی، نه اینکه هاکانو از قبل میشناسی. نه خیر، هاکان اون حرف رو زد، من فقط سکوت کردم. پویراز قرار بود همه چی رو برات تعریف کنم، ولی از اینجور رفتار کردن ترسیدم نتونی قرضتو بدی، ترسیدم همه چی رو نابود کنی. قرضای من برات مهم نبود. تو برای دادن قرضای مادرت اومدی اینجا، فکر کردی اینو نمیدونم؟ داری بچه گول میزنی؟ کرایه اون هتل رو میدی به من و با این کار وجدانتو آروم میکنی؟ آره؟ دروغه. اینطوری نیست. یعنی چی نیست حاضران؟ خوش بایستادن الان کار خوبی محسوب میشه ها؟ اینقدر چرت و پرت نگو. دیگه نمیخوام حرفاتو بشنوم. میاد. همین که گفتم تو باید از اینجا بری. عاشقن دیگه، خیلی عاشقم دیگه. باور کن دارم راستشو میگم. بهت گفتم وقتی جمع کن از اینجا برو بیرون.
بفرما بیا داد زدن پویراز رو ببین. بیا ببین بیا صداشون کنیم. گلم اونا دارن دعوا میکنن. چی میگی تو؟ درسته، باید بدهی مادرمم میدادم، اما نگرانی اصلی من درباره پرداخت وامای تو بود. پویراز منو ببین من دارم راستشو بهت میگم. باشه من یه اشتباهی کردم ولی خب خیلی پشیمون شدم. پویراز نوشدارو بعد مرگ سهراب فایده ای نداره. باشه پشیمونی سودی نداره. یعنی تو به صورت من نگاه نمی کنی؟ نمیبینی من چقدر دارم تلاش میکنم؟ آخه اینو نمیبینی تو تلاش کنی به چه دردی میخوره؟ تو صورت من نگاه نکردی و دروغ گفتی؟ رسما منو گول زدی. آره اولین روز که اومدی جزیره چرا منو بوسیدی؟ اونم رئیسات ازت خواسته بودن؟ نهیر داشت شک میکرد. منم برای این که همه چی رو نفهمه گفتم عاشق پویرازم. اونم وقتی گفت ثابت کن منم. یعنی اینم دروغ بوده؟ آره اینم بازی بوده مگه نه؟ ای وای همه چی شکست. ای وای ستای آبی سپید دمی منم شکست. ای خدا واقعا داری به این فکر میکنی؟ آره پلیس هم نمیشه نه؟ دیگه داری چرت و پرت میگی. نمیفهمم نمیخوامم که بفهمم. اینجوری نمیتونم. دور میزنم از طرف پنجره میرم. باشه حواست باشه. تو میخوای چیکار کنی گورکمان؟ میخوای چیکار کنی؟ صدا رو نمیشنوی دخترم؟ اونا چیزی نمیگن که دل همدیگه رو بشکنن. اصلا نمیگن. باور کنین. آره دیوونه هستن ولی حق با دختر است. ببین من وقتی گزارش رو فرستادم اصلا نمیدونستم. چه فرقی میکنه که من باشم یا هر کس دیگه ای؟ تو هر کس دیگه ای هم که بود نابودش میکردی. میفهمی؟ پویراز قبل اینکه بیام جزیره اینا رو نمیدیدم. کار چشم منو کور کرده بود ولی من تغییر کردم. همه چی رو میبینم. میفهمی؟ چیزی به اسم تغییر وجود نداره. کسی هم تغییر نمیکنه. این کارو با من نکن. بعد این همه چیزی که با هم تجربه کردیم چیزی تجربه نکردیم. باشه چیزی رو تجربه نکردیم. من اونطوری فکر میکردم ولی من دیگه چشمامو باز کردم. تو درست مثل هاکانی. منو با هاکان یکی ندون. آره تو از هاکانم بدتری. بودو ببینم همه این اتاقا رو به منظره هستن. آره چی گفتی داداش؟ حاضیران بیچاره. نهیر بلیت حاضرانو بگیر که با اولین کشتی بره. دختر خوشگل من، پرنسسم، سر صبح را آماده کردی. هنرمند برو بشین ببینم یه چای برات بریزم. شما خسته شدی پرنسه؟ آی بابا جون مگه دفعه اولم این کارو میکنم؟ هر روز داری کلی زحمت میکشی توی خونه کارا رو انجام میدی. من دلم نمیاد. شما قدر منو میدونی؟ مگه میشه ندونم؟ تو جوونی تو با مراقبت از پدر پیرت داری میگذرونی. منم هر روز به خودم سرکوف میزنم پیرمرد این دختر به خاطر تو نمیتونه زندگی کنه، باید بهش برسی. آره بابا جون چرا خودتو ناراحت میکنی؟ من که تنها نیستم، این همه خدمتکار هست. باشه ولی خب اگه من تنها نبودم تو بیشتر برای خودت وقت میذاشتی و خوش میگذروندی. نمیخواستی ها؟ تو آرزو نداری؟ آره واقعا اگه مامانم زنده بود همه چی آسون تر میشه. آره اگه مادرت زنده بود همه چی زیباتر میشد.
ولی دیگه نمیشه. با کسی که مرد دیگه مرده دیگه، باید بمیری. دیگه وقت اینه برای خودم زن بگیرم. اگر به ازدواج فکر میکنی بابا؟ دخترم ایدیل آب بخور آب. این حرفو چیه میزنی؟ چطور میتونی این کارو با من بکنی؟ دخترم ازدواج گفتم دیگه، مگه اتفاق بیفته چی میشه؟ شما هضمش کن، دربارش فکر کن. حالا وقت هست باش حرف میزنیم، یعنی در موردش حرف میزنیم. منم دیرم شده، با اجازه بزرگترا. یعنی چی میگم؟ خداحافظ، من رفتم. بابا اون زن کیه؟ بابا کیه؟ بگو ببینم. بابا برات بلیت گرفتم. کنسل کن. من نمیرم. باید بری، دیگه نمیخوام اینجا ببینمت. پس خوب میشه که اینو تحمل کنی، چون که من نمیخوام برم. چرا نمیری؟ مگه کار تو اینجا تموم نشد؟ برو جایزتو بگیر دیگه. میخوای بری توکیو یا هر جا که میخوای بری نمیدونم، ولی اینجا جایی واسه تو نیست. هنوزم نصف این هتل برای منه. ازت میخرم. نمیفروشم. حاضران نمیذارم تو این جزیره بمونی. هر کاری دوست داری بکن. روح من جنگجوه، تا نجنگم نمیرم. تو این جنگو میبازی. حالا میبینیم. پویراز علی ازگور. Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Beyaz ol, cezama itiraz. Kalbim uslu durmuyor, verse nerede ikaz. Yani biz seninle karşısında dünyanın bir kör olur bir hayvan. Sonra yazmayınca harflerim nitelik. Yan yatar kelimeler, cümleler devrik. Sar bütün müzik, artık anla. Bensiz olur ama sensiz olmaz asla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce.